گالستوک تاریخ طولانی دارد. هنوز از دوره قدیم مردان پاره متا را در گردن می‌آویختند. آن از کلمه آلمانی هالستوچ پیشتر کراوات گرفته شده، معنایش روی مالچه گردن است. در زبان اوکراینی گالستوک کراواتکا تلفظ می شود، اما این با کراوات روسی یگان علاقمندی ندارد. به کرواتیای خورواتی متعلق است، زیرا نخستین شده سربازان خورواتی در پرد حربی بخشیده به انجام جنگ 30 ساله اقدام پوشیدن فسکلیه را که در ریم قدیم گردنچه رومال را چنین مینامیدند پیش گرفتند. در ریم گالستوک به خاطر حفظ گردن از تیغ شمشیر و دیگر آلات حربی بسته میشد. پادشاه فرانسه لودویک 14 که دوستدار زیبایی بود، با دیدن روی مالچی درخشان در تن سربازان به وزیر دفاع فرانسوی میشل فرمان داد که همچون آرایشات به او چنین روی مالچی رنگین را دسترس نماید. همین طور سال 1663 در تاریخ پیدایش گالستوک صحیفه نو بازگردید. پس آن گالستوک شکل و نمود خود را به کلی تغییر داد. آن از روی مالچه به روی مال کلان و دراز تا نمود حاضره اش دیگر شد. نمود حاضره گالستوک سال 1924 از جانب طراح آمریکایی جسی دنگستورف ایجاد شده است. مشتریان عزیز، این معلومات عجیب را ما در اساس مطالب اینترنت تهیه کردیم و در آینده می‌کوشیم که برای شما باز هم معلومات‌های جالب‌تر را تقدیم سازیم. با ما بمانید و به گروه ما پیوستن را نیز فراموش نکنید. صحت و سربلند باشید.